نمیخوام بهت بگم که صبر کن نزن بعدی. نه، من میخوام بهت بگم که اگه برای تو هم مثل من به عنوان یه خانم ایرانی مهمه که بدونی چه کسایی از حق و حقوقمون صحبت کردن که ما الان اینجا باشیم، بتونیم بریم سر کار، بتونیم بریم دانشگاه. این ویدیو رو ببین. امروز میخوام از جریده فریده صحبت کنم. کتابی که شاید من و شما کمتر بشناسیمش، اما به نظرم لازمه که هر کدوممون حداقل یه بار بخونیمش. کتابی که توسط خانم زهره ترابی جمع‌آوری و توسط نشر اطراف منتشر شده. جریده فریده گزیده روزنامه‌ای به اسم شکوفه است که در عصر قاجار توسط خانم مریم امید منتشر می‌شده. جریده فریده دومین روزنامه زنان ایرانه و از درد و رنج زنان ایرانی جسورانه صحبت میکنه. از حق تحصیلشون میگه، حق اشتغالشون میگه و همچنین حقوق متقابلی که زنان و مردان در مقابل هم دارن. مریم امید بانوی جسوریه که تمام سرمایه‌شو خرج مدرسه و مجلش کرده. خانومی که دوست داشته که زنان ایران آگاه تر باشن و تحصیل کنن. اون معتقد بوده اگر مادر یک خانواده آگاهی داشته باشه، اون خانواده موفق تره. و این رو تنها درباره خانواده نمی گفته، بلکه درباره جامعه. چون جامعه‌ای که زنان در اون پررنگ ترن 100% جامعه سرافراز تریه. ممنون از این که همراه هم بودین. اگه به موضوعات شبیه این علاقه دارین، پیجم رو دنبال کنین. من یک کنکوری خستم که بعد از 2 سال دوباره به فضای اینستاگرام برگشتم.